سلام علیکم دوستای عزیز، خوب هستین؟ جانتان جور، خوش آمدین به چینل یوتیوب ما. دوستا بعد از مدت ها یک ولاگ یوتیوب داریم. امروز بخیر یک ولاگ یوتیوب میگیریم. سلام ستاره خانم، خوب هستی جان جور؟ مرا از بیکت یک سیگرت بتی. سیگرت میکشم خالی نوسم. اوه شیک شکلات خوبه. من بچه گفتم در افغانستان بچه ها که پوست تربوز چای میخورد، اینجا میاین شیک پسته میخوره. اینا رو برون به مادرم بگویم که بر کلام ما 400,000 تومان پول دادم دیگه در خانه راه نمیتن. 3 میلیون. این چند روزا اصلا ویدیو نمی ساختم چون در افغانستان بودم. اونجا شرایطش پیش نمی اومد که ویدیو یوتیوب جور کنم و حالا دیگه ایران آمدم. خودتون خبر دارین که ایران آمدم یک چند روز میشه. بخیر از این به بعد دیگه فعالیت ها شروع میشه در یوتیوب. اینمی یوتیوب قبلی من بچه‌ها 22,000 سابسکرایب داشت. یک قدر سرش زحمت کشیده بودیم. او برای یک نفر اندوال ما بوده، برش داده بودیم که مانیتایز کنه، یعنی پیسایش بر ما. او در خارج بود، ما در ایران باشیم نمیتونیم مانیتایزش کنیم. در خارج بود، برش دادیم، گفتیم که مانیتایز کو، پیسایش بر ما رای کو. باز نمیگم کی است چون اون نفر در گردن نمیگیره که ما دوزی نکردیم میگه، ولی خودم نمیگم که کی است، زود ناق قضاوتش نکنیم دیگه. اونمو هر کی باشه، اونمو یک نفر دوزی کرده، او یوتیوب کلا از دست ما رفته. اونمو هر کی که گرفته خودش ویدیوهای مرا میگیره در یوتیوب مندازه، پیسه درآمد میکنه. یوتیوب کلا او دیگه از دست ما رفته. این یوتیوب جدیدم است، حتما این یوتیوب ما سابسکرایب کنید دوستا. از این به بعد قرار است ویدیوهای بهترین ویدیوها را در این چینل جور کنیم و شما را بخندانیم و لحظه های خوبی با هم بگذرانیم. و امروز ویدیو درباره این است که دوستا اگه خبر داشته باشین، ما چند تا رفیق دوست همکار بودیم دیگه. چند تا دختر بچه بود و یکیش ستاره است، اگه بشناسینش خیلی یک دختر خوبی بود و بعد از ماها ندیدم پشتش، خیلی دق شدم. امروز بخیر ما وضو قرار موندیم در یک فروشگاه کلان در ایران است به نامش ایران مال. در اونجا قرار موندیم و هم قرار است اینجا بیایم. هم از خانه اینجا اومدم، هم دیگر بخیر میبینیم اینجا و هم فعلا اینجا اومده. بریم دیگه پشتش بگردیم پیداش کنیم، ببینیمش که خیلی پشتش دق شدم. و خودم هم تنها نیستم بچه ها، همراه دوستم اومدم. اینی هم سلام بچه جور قدیر جان هستن. خلاتی صحبت نکن. باز یکا کوچه های تاریک گیرت میارن، فهمیدی؟ چیزت میکنن. اینجا با احترام سلام کن. ما اونجوری نیستیم، کسی ما اینجوری نمیتونن. اوی نمیتونن. تو مگه کی هستی؟ خب خودت معرفی میکنی؟ آره من قدیر هستم، دوستی کی امیر. ایره تا حالا در ویدیو ندیدین بچه، چون در پشت صحنه است و از این به بعد انشالله در ویدیو هم میآید دیگه. منتظر باشید. بریم دیگه بخیر ستاره رو پیدا کنیم. و بچه ستاره هم خودش تنها نیست، ما وضعی هستیم، ستاره خودش هست و یک تا دوست دیگه ما که تازه کت ما آشنا شده و هم میآید بخیر. ما تا حالا ندیده میشه، قرار اول مسته که ابراش قرار میمانیم به عنوان همکار دیگه. با هم ویدیو میخوایم جور کنیم. سوژه های ما هم که کلا دختر کار داره، بچه زیاد کار داره، یعنی سوژه های ما زحمت میکشیم و اونو هم براتون معرفی میکنم. همکار جدید ماست دیگه. بریم بخیر ستاره رو پیدا کنیم. Let's go. بچه‌ها اینی ایران مال است. سعی کنید چی یک فروشگاه مقبول، چی یک بزرگ باغ و رقم چیز داره. بچه‌ها اگه در ایران هستین حتما اینجا بیاین. خیلی جای لوکس تایت، جای تفریحی است. اونجا حیاتش فضای باز داره. هوا آب آسمان میره پس در زمین میاد، خیلی باحال است. بریم مال ستاره رو پیدا کنیم دیگه. و لباسای تایت ولی یک ذره مالاش قیمت است. او این ستاره. یک دقیقه بچه گشتیم بالاخره ستاره رو پیدا کردیم. اینجا پوت شده بوده. سلام ستاره خانم، خوب هستی جان جون؟ چه خبرها؟ چرا دور ایستاد میشی نزدیکتر؟ خوب هستی جان جور؟ پشت من دق شده بودی یا نه؟
بعد از 4-5 ولی ماه هم دیگه رو دیدیم. حتی بگویم دوست من سندی تو دخ نشده بودم ولی در مقبول پیشی شدی خود ها. نمیگم شکر من مقبول بودم اعتماد به نفس برش کره سلام کردیم بچه ها. اجازه دست دادن نیست. اجازه فامیلی بسته اجازه فامیلی نداره دست بدن. دیگه چه خبره ها؟ خب الان چی کنیم همینجا وایس بچه ها ما بریم دیگه قصه های خود بکنیم. باز میریم چکرها رو میزنیم این جاهای بشینیم و قصه کنیم، چون بعد از 5 ماه هم دیگه رو دیدیم. چون پیشروی کامرا این ستاره شرم میکنه، یک ذره شرم نه میکنه، الان دیگه نمیشه گپ زدن نمیتونه. نه الان نه میریم پشت صحنه قصه میکنیم. باز جاهای مقبول اینجا هر چی جای مقبول داره میگردیم، همه جا رو براتون نشان میدیم. بیاین ادامه بلاگ. خب بچه‌ها امیر رقم رفته رسیم. الان میریم کجا؟ میریم یک رستوران میشینیم بخیر یک قلیون ملیون میکشیم. قلیون نمیکشه میکشیم اشتباه میکنن. در افغانستان قلیون نبود، قلیونا رو جمع کردن. ما قلیونا پشت قلیون دق شدم. نه بچه‌ها شوخی میکنن. نه شوخی نیست. اجازه نیست وقتی کلمه که جای بیایه اجازه نیست. مرا از بایکت یک سیگرت بتی. سیگرت میکشم قلیون رو سپام. یک گپ که میداده وقت دست بالا میکرد بیچاره حالا میترسه که نذارم. ای بچه دست چی میگن ایره؟ دست بزن داره، دست بزن یعنی کار شوا زود کت بایکش میزنه، کت سلی میزنه. نباید تو بزنی. آدم یگان تا یک نفر ببینه مرا زده رئیس میگه من خودم خجالت میکشم، شرم میکشم. دیگه نزن. حرف نزن که نیاز این به زدن شد. خورد ترک دختر اسی کلون بچه رو میزنی. اگه که من قد سیکو 50 سانت. قدش سیکو 50 سانت. بلند شده فکر کلام قدو. نه من از اول بلند بودم. نبودی. تو خورد شدی. بیخی من لاغر نان بیشتر بخو. بچه اول خیلی چاق بود. ویدیو میگرفتین اگه قبلا دیده باشین رویاش تو پول بود. این قینق باز ما رفتم افغانستان این پشتم دق شده، افسرده شده، گریان کده، لاغر شده. زنگ میزدیم گریان میکرد بچه ها. زودتر بیا ایران. اگه نمیخواستم برم امریکا باز این زیاد گریان کرد. گفت بیا پشت دق شدم مرا تنها نماند باز. نه این گفت باور نکنه. این گفت باور نکنه. این گفت کلنگیش پفر. چی هست؟ پف سلیم شاهین واریش. خب بچه بریم رستوران تو پیدا کنیم، زیاد گپ نزنیم که اونجا براتون ویدیو پر میکنیم. بای بای. بچه ها در حیاتش رفته. اینجا رو سیکن چقدر مقبول است. اینجا رو سیکن چقدر مقبول. اینجا نمیتونم ویدیو بگیرم، آهنگ کپی رایت میکنم. بیا خیلی خود چی کنیم؟ قدت پاکس از یک کفش پاشنا بلند بپوش. یک تو داره گوشی رو خیلی بالا میگیری. بچه ها خیلی منم اینجوری گوشی رو بگیرم که من قدم میفتم. صحیح شد؟ پای ما صحیح کنیم. بچه بالاخره یک رستوران پیدا کردیم، آمدیم شیشتیم که غذا مزا بخوریم و قصه کنیم دیگه. چی دوست داری بخوری؟ داره خانم اینی هم مینو غذا مزا داره. من ببینم چی دوست داری؟ چی داره؟ البته ما هنوز منتظر یک دختر خانم دیگه هم هستیم. اینجا یک دوست آقا است، یک دختر خانم دیگه که فعلا تو راه است. تقریبا نیم ساعت منتظرش بوده و هنوز که هست نیومده. الان هم دیگه منتظر هستیم. امین الان زنگ زدیم میگه که 40 دقیقه میگه چند دقیقه بعد میرسی. گفتم زنگ زدم
از موتروان پرسان کرد، موتروان گفت 48 دقیقه میای. از خودش پرسان کردم چند دقیقه دیگه میای، چون از موتروان شنیدم خودش میگه 20 دقیقه دیگه میای. ای دروغگو. یک ساعت دیگه هم باید باشه. الان دیگه مجبور هستم ما یه چیز سفارش بدیم. سفارش میدیم میدیم، یک چایی میخوریم، یک چیز میخوریم، خود ما رو بازی میدیم. فعلا قلیون کشیده میشینیم تا او بیاید دیگه. باز او آمد هم میگیم ما با هم غذا میخوریم. آره. و اینم بچه مقبول دیگه بچه‌ها، اینی نامش اگه نمیشناسین قدیر است، تخلصش هم قلندر، یعنی قدیر قلندر برش نوشته کنین در زیر کامنت ها. خب بریم غذا اومد باز براتون نشان میدیم. راستی بچه‌ها فردا ستاره ما رو میمان میکنه، چون ما بعد از ماها از افغانستان آمدیم دیگه. فردا ما رو میمان میکنه. چی میمان میتی ما رو؟ والا هر چیز میتونین بخورین. من منیو رو پیشکم میمانم تا سقف 50,000 تومان. اوه چقدر پیسه دار است. 50 میلیون. 50,000 تومان. 50,000 تومان. 50,000 تا یک تا آمدنی، یعنی تو قدر خسیس است. بله. چی دیگه؟ 50,000 تومان. تو تا امروز 50,000 تومان چی میته؟ خب همه چی. من میمانتون میگم بابا. بشناسین خسیس از خاطر لاغر شده مرده راستی. نه به خودش خرج میکنه، نه بس دوستاش خرج میکنه. چقدر خسیس هستی تو. نه سکو میمان میکنی فردا امید دمی مینو هر چیز داشت امی کلگیش یک دانه میگم از کلگیش بیار میز پر میکنی. گپ نداره داخل از کارت خودت میمان تو هستیم دیگه. میمان تو هستیم که باید حساب کنی. جیب ما و شما نیست دیگه، کارت خودت باشه. جیب ما و شما نباشه خیلی الان هر چیز سفارش میتیم تو حساب. من کارتم یادم رفته. اینو من کارت تو آوردم. کارت فره. خب بچه باز میمانی رو جور میایم تا حساب نکنی باید نمیشه. ببینیم که چی میشه. من شاید بمرم تا وقت میمانی. مثلا نگریز یا بلاک کده بری. وقت میمانی رسید ببینیم ستاره ما رو بلاک کده. اوه با خدا. امکانش هست. امکانش هست بچه. یعنی سرد میخوایم سفارش بدیم نامه رو سعی کنیم. نه داریم انتخاب میکنیم. براتون میگیم باز. این آیسلاته چی هست؟ آوی سرد است فکر کنم. بچه یک چیز بگویم. این نامه رو سعی کنیم بچه. عمر خود یاره نشنیدیم. بعد شیرموز شیریخ آب زردک آب کلم یاره میفهمیم ما. چیزی دیگه شیعه فکر خدا میفهم. سه رقمش سفارش بدیم ببینیم. خود از اینا فکر نکنم که قراره بفهمم که چی هست و چی نیست. فقط اون نفر که میزنه نام کلش خارجی است. که کلبرو چی هست دیگه؟ کلبرو این شاید مثلا آب کدو باشه. آب کدو باشه بچه ها از اون ما سه تا از اینا رو انتخاب میکنیم بچه ها میبینیم کدامش مزه دار است. اگه نشد من یک چیز دیگه که بشناسم میشه. نه از امیا سفارش بدید یک دفعه امتحان میکنیم چی رقم چی است. امتحان شرط است. امتحان ما باز جنگ خدا کنیم باز نتیجه میگیریم بچه ها. نتیجه شو براتون میدیم. بچه ها چیزایی که ما سفارش دادیم اینی هسته. اینی نامش کوکانونا بود. از قهوه چیزا جور شده. اینم قهوه است خامه ریخته و چیز لوتوس بود نامش فکر کنم. و اینی هم شیر پسته است و اینی هم شیر خامه. شیر پسته نیست. شیک پسته. شیک شکلات پسته. اوه شیک شکلات پسته. من بچه گفتم در افغانستان بچه ها که پوست تربوز چای میخورد اینجا میاین شیک پسته میخوره. پیشرفت کردن. پیشرفت تو کابل بودم. پیشرفت ببینیم در کابل کدام دهات روستایش بود. من اول گفتم چیزی را که بشناسم بفهمم میخورم. الان اینا چیزایی که نمیشناختن خواسته باش ببینیم که چی هست. خب ما میخوایم مزهش امتحان کنیم. اینی هم قلیون است، اینی هم قدیر قلندر. فعلا اینا رو بخوریم براتون تستش میکنیم این چه رقم است مزهش. ستاره این شیریخ پسته رو میخوره ببین چه رقم است مزهش. بخور. شیک شکلات. کو شکلاتش چه رقم است مزهش؟ باش من بخورم ببینم. خودم واری شیرین. اینو چه رقم است؟ خب تاوش این خوب نیست. من قهوه اصلا دوست ندارم. اوشم قهوه است. از اینکه قابلی بهتر است. تو من می‌چیزی کوکاکولا بگو. قهوه عادی.
دیدی گفتم مرد بیش تلخ است. ما گفتمشان بچه ها گفتم که چی داره که بشناسین بخورین اینا باید چی داره که شیرموز سفارش نمیشناسن میدن. ولی خواستن میخوریم چون 300 تومان است. همین کت گلاس شیر میخوریم. تو هم میخوای تست کنی ببین چه رقم است؟ ببین تو نظر تا بگو باشه از تو رای زر بخوریم. آدما شیرین ها من داره شده بدم تکو به به خوب است ها. سلیقه تو خوب بود. عالی سلیقه گفتم. خوب بود. دیدی خب بیاره ما تواس کنیم. نه خیر اصلا دفعه بعد آمدیم ما مزی میگیریم. من گفتم پستیش خوب است گفتی نه نمیفهمیدم این خوب جور میکنیم. یار نمیشه پس بتیم. مزی بگیریم. بدبخت بیچاره ایران مونده با این دوتا بخو چی کنه ایران مونده خط تلخ است تو بخو. این یک ذره شیرین‌تر بود. یعنی چقدر خود دوست داره الله شریکانه بخورین دیگه گناه داره این چیه دیگه آخر؟ نه خوب است بد نیست. خیر حال میخوریم. گفته بودیم یک دوست دیگه ما میاد اومده اینجا شیشته اینا رو براتون نشان میدم. خدا معرفی میکنه دیگه. این بچه‌ها خب خدا معرفی میکنی؟ صدفم 11 ساله. نه 11 وشتیم جور نکنی که خدا 18 ساله است بچه‌ها. یعنی تو یک دختر مقبول است دیگه و ما اینا رو سفارش داده بودیم و این رو سفارش داده. چی است؟ چی؟ گلگاو زبون. زبان گاو. گلگاو زبان است بچه ها. خب تست کو ببین چه رقم است. این رقم تیله میکنی. بابا ما در تهران کلان شدیم این چیزا رو ندیده بودم. چای بوده که دمنوشه. چای سبز است. ایرا میگن نامش میمونیم صدف چای خور. چای با زعفران سیگرت هم میکشه. این خوب بد است ولی یعنی سیگار نخونه من تازه. ناخوناش هم ببینی بچه چه قیمت شما بودی؟ یاد بگیر. من نماز میخوام من نماز تو مسلمان هستی. ببینم. خب دوستای عزیز ما رفتیم غذا را خوردیم جایتان خالی چکرها هم زدیم. از همه چکرها هم که ویدیو گذاشتیم آبا را دیدیم که چجوری آسمان میره پس پایین میامد. خیلی جای خوب بود تایت بود. بر شما هم خوش تیر شد یعنی؟ بر تو هم خوش تیر شد؟ فقط وقت آب بر تو چی؟ تقریبا که دیگه عالی بود. ولی آخرین بار که غذا سفارش دادیم ویدیو یادم رفته بگیریم یک اینی کسخل گفت سالت سزار فلانی سفارش بدی خوب است گوشت داره داخلش گفت یک کاسه کلم آورده بود 400,000 تومان گرفته. یعنی کلم‌ها در خانه ما پر است. بر اینا رو برون به مادرم بگویم که بر کلم ما 400,000 تومان پول دادم دیگه در خانه راه نمیتن. 3 میلیون کلش 30 میلیون 600 چقدر شد. دوش کلم به بدن چی داره فایده داره. حالا از اینجا از رویم خوشحال هستم ولی از یک جای دیگه سوختر است. دیگه چی کنیم دیگه. این بود از ویدیو ما دوستای عزیز. منتظر ویدیوهای جدید باشید. ویدیو بعدی هم است که ستاره جان ما رو میمان میکنه چون نو از افغانستان آمدیم میمان هستن. بخیر ببینیم که چی رقم میمان نواز است. 50,000 تومان فقط 50,000 میمانیش ببینیم ازش تعریف کنیم. فقط میتونن آب بخورن و تو هم دعوت هستی صدف. تو هم دعوت هستی از طرف میمان خودش تمام نمیاد دیگه. یکی دوتا هم روش هم میاره. البته که میاد. ویدیو بعدی ستاره ما رو میمان میکنن. منتظر ویدیوهای دیگه باشید. 50,000 تومان. بای بای. موفق باشیم بیرون. بچه‌ها یادم رو سابسکرایب کنید لایک کنید حمایت کنید دیگه جانم است. این چیز همونه. نه تا ما بچه‌ها بگوییم نمیکنن باید دخترها بگوین که بچه‌ها گپشان گوش میکنن. بگو لطفاً لایک یعنی سابسکرایب. اشاره کردم دیگه خلاص. با زبانت نگویی اینا لایکش نمیکنن. کنین بچه‌ها. بکنید بیچاره. تو هم بگو. لایک نداره. آفرین. اینا با گپ ما گوش نمیکنیم با گپ دخترها گوش کنیم. بری لایک کنید. داستان